بشمخ شماخ الحالی علی کل براخ. درود بر شما دوستان عزیز. درس امروز مربوط به طریقه ارسال عذاب و خوف بر انسان ظالم و مستحق است. این عمل از مجربات پنهان است، اما طریقه عمل به این گونه است: با رعایت شرایط کامل این قسم را 1000 مرتبه قرائت میکنید و رأس هر 100 مرتبه توکیل به حاجت خود میدهید. بخور این عمل جاوی به هر رنگ اون و به هر تب اون و سندروس و کندر است. و اما به این صورت اسما را 1000 مرتبه قرائت میکنید. تنتلوشن تیتلوشن، این شد 1 مرتبه. به همین صورت 100 مرتبه قرائت میکنید و بعد توکیل: اذهبوا الى فلان ابن فلانه خاضعا ذلیلا به هیئت فلان، حالا هر چیز که شما علاقه داشتید. و الا یرسل علیکم جواظ من نار و نحاس فلا تنتصران و اقضی حاجتی و هی کذا و کذا بحق و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا الوها العجل السا. امیدوارم که در انجام این عمل موفق باشید. العبد طاهر طاووس و السلام علیکم و رحمت الله.